همه زوجا آرزو دارن که بتونن زندگی زناشویی مشترک خوبی رو در کنار همسرشون تجربه کنن و در صورتی هم که اختلافی بینشون پیش اومد بتونن مشکلاتشون رو خودشون حل بکنن. برای اینکه شما و همسرتون زندگی مشترک و زناشویی خوبی رو تجربه کنید، لازمه که بتونید با همدیگه توی همه زمانها برخورد مناسب و ارتباط مؤثرتری داشته باشید. سلام، من مهسا هستم و اینجا جادوی موفقیته. اگر دوست دارین که بهترین رابطه رو با همسرتون داشته باشین، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. چند نکته خیلی مهم رو باید توی ارتباط با همسرتون رعایت کنید. نکته اول اینه که احساس مسئولیت داشته باشید. برای اینکه یک زندگی زناشویی موفق داشته باشید، لازمه که نقش خودتون رو توی رابطه بپذیرین و توی زندگی مشترکتون مسئولیت پذیر باشین. با پذیرفتن مسئولیت توی زندگی میتونید با همسر خودتون ارتباط صمیمی برقرار کنید. حتما به همسر خودتون احترام بذارید. اگر میخواید زندگی مشترک خوبی داشته باشید، باید به احساسات همسرتون هم اهمیت بدین و موقع تصمیم گیری درباره مسائل روزمره به نظرات همسرتون هم به اندازه کافی اهمیت بدین و عقاید و علایق اون رو هم جدی بگیرید. یادتون باشه که در طی روز چندین مرتبه همدیگر رو در آغوش بگیرید. برای ایجاد یک رابطه قوی با همسر خودتون، تماس بدنی بیشتری با همسرتون برقرار کنید. مثلا اون رو ببوسید، در آغوش بگیرید و یا دستانش رو در دستانتون قرار بدین. مورد پنجم که خیلی هم مهمه اینه که تفاوت‌های همدیگر رو بپذیریم. همه ما در زندگی مشترک با یکدیگه اختلاف نظر و تفاوت‌هایی رو داریم. اما یک زندگی زناشویی موفق، زندگیی که در اون مرد و زن تفاوت همدیگر رو بپذیرن و باهاش کنار بیان. مورد ششم در مورد اعتماد کردنه. اگر همسرتون درباره چیز خصوصی و مهمی به شما اعتماد کرد و اون رو با شما در میان گذاشت، هرگز نباید با بیفکری اون رو به کس دیگه‌ای بگین. زیرا این کار باعث میشه که اعتماد بین شما دو نفر از بین بره و هرگز از این مسائل به عنوان نقطه ضعف در مشاجرات و بحثاتون استفاده نکنید و به صداقت همسر خودتون احترام بذارید. خیلی ممنون که با من تا اینجای ویدیو همراه بودین. اگر دوست دارین که بدونین چجوری پارتنر خوبی پیدا کنید، حتما ویدیوی من تو این رابطه رو توی کانال ببینید و خوشحال میشم این ویدیو رو لایک بکنید و برای دوستانتون به اشتراک بذارید. یادتون باشه که توی کوچکترین مسائل از همسرتون قدردانی بکنید. همیشه هم نباید که هدیه‌های گرون برای همدیگه بخرید. حتی میتونید با یک نوشته ساده داخل بسته ناهار همسرتون با خوندن اون احساس شادی بهش دست بده. قدردانی از همسر باعث نزدیک شدن دلها به همدیگه میشه. چرا که با این کار به همسرتون میفهمونین که به اون توجه و علاقه خاصی دارین. مورد بعدی اینه که رابطه زناشویی رو توی اولویت زندگیتون قرار بدید. اگر تا به امروز توی زندگی مشترک خودتون به مسائل دیگه مثل شغل، بچه و علایق شخصی بیش از ارتباط زناشویی اهمیت میدین، با این کار ناخودآگاه زندگی خودتون رو در آستانه نابودی قرار دادین. پس برای داشتن یک زندگی مشترک خوب، ارتباط زناشویی رو اولویت زندگیتون قرار بدین. و اما مورد آخر اینه که انتقاد رو کنار بذارید. همیشه کارها و رفتار خوب همسرتون رو در نظر بگیرید و از اون به خاطر خوبی‌هایی که کرده تشکر و قدردانی کنید. بهتر انتقاد رو کنار بذارید و هرگز روی رفتارهای همسرتون که شما رو آزار میده تمرکز نکنید. دوستای عزیزم، امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و بتونید رابطه خودتون و همسرتون رو صمیمی‌تر کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، حتما به کانال من سر بزنید. ویدیوهایی در این مورد زیاد داریم و حتما اون رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومده، حتما برام کامنت بذارید و این ویدیو رو لایک بکنید.